سلام به برابکس گنگ یوتیوب، خوش اومدین به اولین ویدیوی لانگ کانال من. دوستان امروز اومدیم بریم آیدی چک کنیم، اونم چه آیدیایی. یه آیدیایی آوردم باور نکردنی دوستان. یه آیدیای اکانت قدیمی، نه مثلا اینه که آیدیاشون روند یکی اینا، نه چند تا جدید پیدا کردم که اصلا نگو دوستان. یه آیدیای خفنی، همه ساکورادار قدیمی فلان بهمان، نه اینایی که مثلا جدیدم اینا، نه ساکورا داشتن ولی بند شدن. حالا میریم همشون رو نگاه میکنیم، نزدیک 6 7 تا اکانت هستن دوستان. هر 6 7 تا چک میکنیم و نشون شما میدم و این اول چک کنیم. اینا آیدیا کپی کردم، دو 6 7 تا، بیشتر از 6 7 تا اکانتن. اولی میریم این آیسی 87 90 48 31، چه آیدی کوتاهی. بریم اینجا درخواستش هم میدیم. لول 52 از پروفایل نگاه کرده باشین ساکورا داره. دوستان این داداشمون ساکورا داره و 60 تا بدیج هیپ هاپ هم پر کرده ولی دیگه بازی نکرده. خب لاشی، تویی که اومدی ساکورا گرفتی غلط کردی، رفتی بازی رو پاک کردی. من آخه چی به تو بگم؟ اونم ویش لیست اینا هست، چیزی پین کردن نه. لول 52 هم هست، یه لایکش هم کنیم. 1280 تا لایک هم داره. بریم اکانت بعدی. خب این 60 چند 68 62 69 43. خب اکانت لول 49. اینم باز دوستان ساکورا داره. هیپ هاپ هم 49 تا از بدیجاشو پر کرده و باز بازی نکرده. ای خدا، ما چی بگیم به اینا؟ خب بریم برای اکانت بعدی که میشه کدوم؟ این 92 79 777. یه دونه دوی هم بذارین تنگش. لول اکانت 52. یا خدا، لول 55 دوستان. الیت ساکورا و هیپ هاپ و بدیجشونو داره ولی نگرفته. اینو نمیدونم، اینم هیچی شاهزاده میشه. الیت 4 بازی. اینم الیت دزدان 1، الیت پیکسل چرخدنده بمب تکنو. این دوتا هم نمیدونم دوستان. این دوستمونم باز اومده بازی کرده، این الیتا رو گرفته ولی رفت. اگه میدونست همین 3 تا الیتی که رو اکانتشه چقدر قیمتشه نمیرفت. من گوه بخورم که این اکانتم ول کنم. خب ولش کن دوستان، یه لایکش هم بدیم. بریم سراغ اکانت بعدی. اکانت بعدی میشه کدوم؟ این 3 تا رو نگاه کردیم. بریم این. خب لول 41. یه 3 تا دخترانه ساده ولی چه فایده که الیت هیپ هاپ بعدش پر کرده ولی نگرفته. هیپ هاپ گرفته 257 تا پر کرده. به به. خب چی میتونیم به اینا بگیم؟ خب چرا رفتی؟ او چه حسابه؟ ای خدا، ممکنم داره دوستان اینا اولین اکانت هایی باشن که داخل فری فایر ساخته شده باشن. خب بریم برای آیدی بعدی. دوستان این دوتا، از این دوتا بگذاریم بریم روی این یکیه، اون دوتا بگذاریم برای آخر. لول 30 هسته دوستان. این لول 30 اسمش هم نمیدونم. 490 6 تا لایک داره. خب بدیج الیت، این میگم بدیج الیت ساکورا رو داره ولی خب چی از الیت دزدان 1 دیگه بازی نکرده. خب توف تو رو پدرت، همینو میتونم بهت بگم. خب ولش کن دیگه، فکر کنم آیدیش هم نخوندم. 12 65 711 20. خب بریم برای دوتای آیدی اصلی که فکر کنم شما هم از اون ساعت منتظرش هستید. دوستان اگر تا اینجا لایک رو نکوبیدین لایک رو بکوبین که بریم برای دوتای اولی، برای دوتای آخری. این اولیش که 64 68 39 42. لول 69 هست دوستان. خب کاری به این ساکورا و دلولش اینا نداریم. یه سکو یه بار دیگه برم. اینجا اگر نگاه کنین زیر اسمش گیلد داره. گیلدش هم مثل اسم خودشه ولی خب اینجا داخل پروفایل که گیلد نداره. اینجا رو ولش. چرا گیلد نداری؟ چی بگم به تو آخه؟ اسمش هم چیه؟ زنور عربه حتما. واو
چه همه الیتی، ساکورا، هیپ هاپ، اینو نمیدونم دیگه، شاهزاده، دزدان یکو نگرفته، پیکسل رو نگرفته، چرخدنده، بمب. این فکر کنم دوستان تکنو، اگر شما هم میدونید، اگر این تکنوه به منم بگید لطفا. اینا نمیدونم. الیت پاندا، دزدان دو، الیت نینجا، الیت ترپ. واقعا یکی از خوشگلای چیز الیت همین الیت ترپ بود. الیت شیمیایی، الان نمیدونم شاید اسمشون هم بعضیشون اشتباه بگم. حاجی این همه الیت گرفتی، خب تو رو چه حسابی بای دادی؟ تو روی چه حسابی بای دادی؟ من برم به کی بگم؟ حاجی اینا فشوره، همش فشور درونه. خب این نیکی خیلی پشم روزونه دوستان. آخریه لایک ها بکوبین که بریم بزنید 17 96 16 52 68 دوستان. لول 100 30 روز هم هست. هر کدوم از این اکانت های دوستانشونتون دادم 13 روزه که چیز آنلاین نشدن. حاجی این شماره شو زده نه؟ 318 84 88 300 فکر کنم دوستان شماره شه. اسمش چیه؟ لول 100. حاجی فکر کنم به این شماره پیام بدین لولتون میشه 100. آره دوستان حتما بریم به این شماره پیام بدین. خب این اکانت هم الیتای نچندان خوبی داره، ولی خب ماجرای اصلی این داستان دوستان اینه که این لولش 100 پدر سگ. من برم به کی بگم که تو لول چطوری شده 100؟ ولی اینجا خودش هم اسمش زده لول 100. تخم سگت من رفته خریده. خب دوستان ممنون که تا اینجای ویدیو ما همراهمون بودین، همیارمون بودین. خوش اومدین به ویدیو خودتون و تا ویدیوی بعدی. پیس.